سلام، چطورین؟ به این ویدیو خوش اومدین. وای چه قیافم ترسناکه. من دقیقا 10 دقیقه پیش از خواب پا شدم. خواب موندم، یعنی امروز خواب موندم. الان ساعت 8:30 و کلاسم ساعت 8:30 شروع میشه. بعد دیگه 10 دقیقه پیش سریع فقط خواب پا شدم، پوشیدم لباسم و دیگه اومدم پایین و هیچ کاری هم نتونستم بکنم، نه آرایشی، نه تونستم چیزی بخورم. الان دارم میرم بیمارستان. ماشینم هم دیروز تحویل گرفتم. خیلی خوشحالم که ماشین دارم، از طرفی هم ناراحتم چون با اسنپ این ور اون رفتن خیلی راحت بود. صبح میخوابیدم تو اسنپ. نمیدونم چرا صبح خواب موندم. دیشب خیلی دیر خوابیدم. نه که خواب بمونم یعنی مثلا صدای آلارم رو میشنیدم ولی اصلا نمیتونستم چشمم باز کنم. بعد دیگه الان برم بیمارستان. امیدوارم استاد رو هم بده وقتی قرار نیم ساعت 40 دقیقه دیگه برسم. وای امروز هم کلی طولانی باید بمونیم تو بیمارستان. درمانگاه داریم، یعنی نوبت ماه که بریم درمانگاه. بعد واقعا از روزایی که باید بریم درمانگاه اصلا خوشم نمیاد چون هم باید کلی طولانی بمونیم چند ساعت، چون اصلا با همه مریضا رو ببینیم و اینا. همین که خیلی سخته درمانگاهی، با سر پا وایسی اینور بری به اون ور اینا. بعدش هم باید برم وقت ناخون دارم و خیلی عجیبه. فکر کن زنگ دادم امروز وقت بگیرم از ناخون کارم. بعد گفتش که ببین یه وقت ساعت 1 دارم، یه دونه ساعت 3 دارم. یکیش بیا دستتو درست کن، یکیش بیا پاتو درست کن. نمیدونم تو اون فاصله بینش که 2 ساعته دقیقاً من چیکار کنم. دیگه من الان برم بیمارستان و میبینمتون. باید ساعت 9 نمیدونم اصلا استاد رام بده الان یا نه. نیم ساعتی از کلاسش گذشته. ساعت الان 12:10 است و در کمال تعجب امروز خیلی زود تموم شد. درمانگاه مریضاش کم بودن، خیلی زود تموم شد. امروز برای اولین بار پاپ اسمیر گرفتم، از این خانم پاپ اسمیر گرفتم، معاینش کردم، معاینه واژینال. یعنی خیلی خوب بود، تجربه خوبی بود. فکر می‌کردم که پاپ اسمیر گرفتن خیلی سخت تر باشه از این، ولی خیلی راحت بود. بعد ساعت 1 هم وقت ناخون دارم. امیدوارم که برسم تا 1، چون که خیلی دوره از اینجا و هیچی هم نخوردم، نه صبح نخوردم نه ناهار خوردم. فکر کنم هم نرسم الان برم یه چیزی بگیرم. خواستم برم سر کلانا یه چیزی بگیرم ولی فکر نمی‌کنم برسم. ناخونم درست کردم، یه رنگ خیلی ساده زدم. خیلی دوست داشتم قرمز بزنم ولی گفتم بیخیال. رنگ پررنگ که میزنی یه مثلا 2 هفته اینا که میگذره ناخونت رشد میکنه خیلی ضایع میشه. گفتم بذار همین یه رنگ نود بزنم. قشنگه. بعد یه ساعت و نیم الان باید منتظر باشم که اون یکی مشتری ناخون کارم تموم شه کارش، من پاهامو برم درست کنم. و ببین هیچی هم نخوردم، این سگ گشنم. از دیشب هیچی نخوردم چون که صبحونه هم نخوردم دیگه. و میخواستم الان غذا سفارش بدم، بعد گفتم که ولش کن، الان غذا خودش کلی طول میکشه تا برسه. یه دفعه میبینیم غذا برسه نوبتم بشه دیگه. گفتم بیخیال تحمل میکنم تا پامم درست کنه دیگه، یه راست برم خونه. انقدرم خستم الان اومدم این تخت موجه کارش خوابیدم. خیلی هم راحته تختش، از اینا داره، از اینا که تو گردن توش جا میشه. خیلی حال داد.
آقا سلام از صبح سه‌شنبه. دیشب من موهامو رفتم همون و درست حسابی موهامو خوش نکردم، فر شده موهام. آقا اومدم بیمارستان و امروزم دوباره خواب موندم. ببین واقعا نمیدونم چرا این شکلی شدم اصلا. تو این یه هفته گذشته ببین هر روز دارم دیر پا میشم. یعنی کلاس ما 8:30 شروع میشه، من مثلا به زور دیگه 8 تا 10 دقیقه جام پا میشم و همش دارم دیر میرسم. و امروزم دوباره دیر پا شدم، نتونستم صبحونه درست کنم، یه موز آوردم خوردم و واقعا اصلا خوردم این موضوع. چون که مثلا تو اون 1-2 هفته قبل خیلی خوب بود، همش 6 پا میشدم، 6:30 پا میشدم، هم درس میخوندم، صبحونه درست میکردم، خیلی بهتر بود. اینطوری واقعا رو مخمه، نمیدونم چرا اینجوری شد. البته خیلی هم دیر میخوابم شبها، مثلا دیشب واقعا 1-1:30 خوابیدم، پریشب 2 خوابیدم. آره اینطوری. دیروزم که یعنی بعد از صحنه قبلی که دیدین من اومدم افتادم و مردم، یعنی انقدر خسته بودم و گشته بودم، غذا خوردم دیگه گرفتم خوابیدم. ولی خیلی رنگ ناخونامو دوست دارم، حالا تو فیلم اونقدر مشخص نیست، یه رنگ نود خیلی پولداری جالبیه. حس میکنم هیلی بیبرم. آقا آره اومدم الان بیمارستان. حالا امروز هم نوبتمونه بریم اتاق عمل. تو بیمارستانه حس میکنم دارم خیلی خوب یاد میگیرم. دیروز تو درمونگاه استادمون مجبورمون میکرد از همه پاپ اسمیر بگیریم، خودمون همه رو معاینه کنیم. مثلا من خودم دیروز توش واژینال کردم، نمیدونم پاپ اسمیر گرفتم، بعد یه خانم باردار اومد هممون رو مجبور کرد اون مانورا رو روش انجام بدیم، معاینش کنیم و بچه‌شو دست بزنیم و اینا. خیلی خوب بود، خیلی حس کردم خوب یاد گرفتم. کلا از این بخش، یعنی از این بیمارستان خیلی حس می‌کنم دارم یاد میگیرم. آره آقا الان من برم سر کلاس، چون حتما استادم اومده دیگه تا الان. امیدوارم رام بده. دیروز دمش گرم رام دادن، نیم ساعت دیر رفته بودم. من خودم من استاد بودم یکی نیم ساعت میومد مینداختمش بیرون. آقا من اومدم خونه، آیس کافی درست کردم بخورم. آقا من تو آیس کافی هم همیشه این سیروپ کارامل سنیچو میریزم، به نظرم خیلی خوشمزه، قشنگ عین آیس کارامل ماکیاتو بیرون میشه. حالا من طعمای دیگه این سیروپو نخوردم، فندق و وانیل و ایناش ببینم چجوریه، ولی کاراملش خیلی خوشمزه است. آره اومدم خونه. ببین انقدر خوابم میومد، با اینکه فکر کنم 3-4 ساعت هم بیشتر بیمارستان نبودم، ولی خیلی خسته بودم. بعد دیگه فاطمه هم الان میخواد بیاد خونمون که برام یکی چنلمون ویدیو بگیریم، حالا لینکش رو تو دیسکریپشن براتون میذارم اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید. دیگه گفتم یه قهوه بخورم که این حالت خوابالودگی اینا بپره. امروز هم بیمارستان روز نسبتا خوبی بود. صبح توی کلاس بچه‌ها اومدن کنفرانس دادن، میومو گفتن و زهرا بود. زهرا میومو گفت و یکی دیگه از بچه‌ها پارگی کیست آبو گفت. کلا داره حسم نسبت به زنان خیلی بهتر میشه. تو اون بیمارستان قبلیه که بودیم حالم از زنان واقعا به هم میخورد، ولی این بیمارستان انقدر که استاداش خوبن، ببین همه جوون حرفه‌ای، بعد خیلی با شخصیت. مثلا کلا زنانیا معروف همه که خیلی وحشی و اینا، خیلی بد اخلاقن، ولی این بیمارستانه ببین فوق العاده استادا، یعنی همه اصلا خیلی خوبن، خیلی هم باسواد و خوبن. دیگه داره خیلی حسم به زنان بهتر میشه، مخصوصا که دیروز هم پاپ اسمیر گرفتم هم معاینه کردم و اینا، کلا خیلی حس میکنم که انگار اون قدم مثلا چیز سخت و وحشتناکی نیست. آره دیگه این عمله رو دیدیم. امروز هم بعد اینکه ویدیو گرفتیم
یه برنامه ریزی بکنم، هم اینکه برای یوتیوبم باید یه برنامه ریزی بکنم که این ماه چیکار کنم و اینا. من همیشه اوایل ماه میکنم. بعد هم اینکه امتحان زنان دارم 10 تیر که میشه نمیدونم 2-3 هفته دیگه. نمیخوام به مغزم فشار بیارم محاسبه کنم، حال ندارم. آره 2-3 هفته دیگه میشه زنان. بعد بشینم برای اون چیز کنم، برنامه‌ریزی کنم، چون امتحان تئوریه و امتحان تئوری خب حجمش خیلی زیاده. مثلا فکر کن شما یه رفرنس یه دفعه 800 صفحه 1000 صفحه رو بعد بخونی. بعد آره بشینم، هم میخوام زودتر شروع کنم که بخونمش که دیگه مثل اعصاب نشه شب امتحانی. همین که میخوام یه برا پره بخونم، یعنی یه جوری زنانو بخونم که خب برا پرم بلد باشن. من اول شهریور پر انترنی دارم. آره دیگه. یکی از دوستانم میخوام ببینم اگر بشه، اگر برسم امروز، یکی از دوستانم برام ببینم. 100 ساله میخوام ببینمش، فرصت نمیشه. آره امیدوارم که بتونم به همش برسم. خب آقا ما امروز در خدمتتونیم با بذار جدی اطلاعات. بابا اطلاعات چی؟ آبدوخیار دیگه. قدیما میرفتم حمامی آبدوخیار. آبدوخیار از کجا اومده؟ آبدوخیار قدمت. دوخیار به کدام شهر؟ شیراز. پشمو از میخوابیدم معلومه که گل میریزن و سبزی میریزن توش، بعدش میخوابی. باشه چقدر جدیدن همه ازدواج میکنن. خیلی ببین من میخوام. خیلی عجیبه که اطرافیان ما انقدر دارن ازدواج میکنن. ما قصد نمیخواد طلاق نمیگیرن، ولی جالبه. چند سال دیگه شروع میشه طلاق. چقدر زشت. آقا ساعت الان 12 و من رفتم یه دوش گرفتم، با اینکه دیشب رفتم همون. نمیدونم چرا این کار کردم. یعنی حالا داشتم وسیله همون با خودم ببرم مسافرت، گفتم که ولش کن بذار امشب برم همون که دیگه نخوام برم اونجا هم. آره فاطمه ظهر اومد ویدیو گرفتیم و برخلاف انتظارم خیلی طول کشید. اصلا دیگه نرسیدم برم دوستمو ببینم و نرسیدم برنامه ریزی یوتیوبم بکنم. ساکم هم جمع کردم ولی خیلی چرت و پرته. یعنی اصلا حال نداشتم که فکر کنم چی بیارم چی نیارم. هرچی دم دستم بود انداختم تو ساک. خیلی از ساک جمع کردم بدم میاد، خیلی کار سختیه. کاش هنوز بچه بودم مامانم ساکمو جمع میکرد. بعد آره دیگه الانم برم بخوابم و صبح برم بیمارستان. بعد که کلاسمون تو بیمارستان تموم شد دیگه از اونجا راه میافتیم که بریم. مرسی که ویدیومو دیدین. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین. فعلا